خب میگذاریم ما اکنون با لالیگا و اینجا بازی سه دسته اساسی کشور اسپانیا رو ما گرفتیم. درباره اینها صحبت خواهیم کرد، درباره هر یک از اونها و اول درباره سنساسیون اساسی که در لالیگا شد، این مغلوبیت دسته اتلتیکو مادرید از لیگانس. اتلتیکو مادرید غلبه پیاپی همه درباره قهرمانی حرف زده ایستاده بودند که در حال اونها از لیگانس شکست می‌خورند. فکر میکنم این شکست هیچ شاید حالا شانس اتلتیکو رو در پایگاه چمپیونی و فاجعه نباشد. بله فاجعه هم نیست و شاید کم هم نمیکند، چون که اتلتیکو مادرید در موسم امسال نظر بر ریال مادرید و بارسلونا یک تیم استوار است اگر در عموم بگیریم. خب قبل از همین بازی هم 13-14 بازی بدون باخت داشت. این نشان داده بسیار هم خوب. نه تنها بدون باخت، غلبه بود پای هم. این آخرین بار موسم 2021 بود است، چون نتیجه که همون موسم چمپیون شد اتلتیکو مادرید و فکر میکنم اتلتیکو مادرید حالا میتواند باز نتیجه خوب به دست آورد، چون که سیمیونه این موسم نیت دارد که دسته عنوان قهرمانی رو به دست آورد. من البته به نظر شخصی من اتلتیکو مدعی اساسی است در موسم امسال، نابسته از آنکه بله ریال مادرید بعد از پیروزی که اخیراً داشت با حساب کلان با زینه اول برآمد، ولی از لحاظ استواری بگیریم و همچنین هیئتی که مثلا اتلتیکو دارد، هم هیئت اساسی هم هیئت ذخیروی، دو هیئت بسیار پرقوت دارد اتلتیکو مادرید. از این چیز آنها برد کرده میتوانند. گذشته از این بازی های اتلتیکو هم وابسته شده است به نتیجه بازی. این موسم همین گونه است، مثلا وقتی آنها به دروازه حریف یک توپ زدن حتما تا انجام این نتیجه رو نگاه داشته میتوانند، با هر راهی که نباشد. شاید آنها فوتبالی بد نشون میدن ولی نتیجه رو نگاه داشته میتوانند. اما در مقابل لیگانس ببینید برعکس حال شد. همین لیگانس فوتبالی که اتلتیکو نشون میداد همون بازی رو پیشکش کرد و موفق شد. من فکر میکنم برای لیگانس هم امتیاز خیلی خوب بود وابسته به موقع جایگزینی آنها در جدول مسابقه. بله، یگانه گل را ماتیان استاسیچ به هدف رساند در دقیقه 49 رقابت. این یک ضربه کنجی بود. اصلا در چنین حالاتو دسته اتلتیکو مادرید بد بازی نمیکند، یعنی در خط دفاع در وضعیت‌های استانداردی که میگویم استوارانه بازی میکند، ولی در این فرصت ما مشاهده کردیم که بر مقابل استاسیچ اونقدر بازی ارزنده نشان داده نشد و او با سر توپ رو وارد دروازه کرد. بعد البته چندین هجوم دیگری که اتلتیکو مادرید داشت بدون گل انجام یافتند. چه گریزمان چه خولان آلوارز ضربه‌ای زدند که به ستون دروازه به تیر دروازه رسیدند. در این برابر خود دسته لیگانس هم باز در قسم دوم چند فرصت خوب گلزنی به وجود آورد، اما بازی با همان نتیجه یعنی با حساب 1-0 به نفع لیگانس جنباز شد و باید گفت که لیگانس هم دسته ساده نیست. اونها بر مقابل توپ دسته بازی خوب رو نشون دادن میتوانند. برای مثال دسته مذکور بارسلونا رو هم شکست داده بود. بله، از دستای توپ اگر بگیریم ریال مادرید تنها لیگانس رو شکست دادن توانست. خلاص یک دسته است که میتواند استخوان در گلوی دسته های توپ هم باشد. خب ما میگذاریم اکنون با بازی دیگری که در همین دور سپری شد. این البته طور شما از این عکس الکی پای بردید رقابت دسته های ریال مادرید و لاس پالماس بود. ریال مادرید بعد از آن ناکامی که اتلتیکو داشت و مساوی که بارسا داشت، درباره اون بعداً خواهیم گفت، امکانات خود را استفاده برد برای برگشتن به زینه یکم جدول لالیگا. خب اینجا پیروزی ریال مادرید البته که فکر نمی‌کنم وابستگی داشته باشد یا اینکه بازیکنان ریال کوشش کرده باشند که در ناکامی رقیب موفق شوند، بلکه آنها بعد همان باخت در سوپر جام حالا اکنون خود را جمع و گیر میکنند و اساسا کوشش میکنند که دوباره به خود بیایند تا اینکه برگردند برای پیروزی ها و همین چیز سبب اساسی هم بود که دسته بسیار خوب در همین رقابت بازی کرده توانست و خب درخششی بازیگر اساسی دسته که همه از او در هر بازی همین چیز رو انتظارند در این دیدار احساس شد. این کلیان امباپه بود که بنیهایت در سطح بلند امروز هنرنمایی کرد در بازی بر مقابل دسته لاس پالماس. از همه جالب این بود که ریال مادرید اول به دروازه خود گل سر داد در آغاز رقابت. بله، ولی بعد از این به خود اومدن بازیگران ریال مادرید و توانستند که کلا رفتی بازی رو تغییر بدهند. حتی 3 گلی بازیگران دسته ریال مادرید حساب کرده نشد در رفتی بازی. این گونه حالت هم پیش اومد و فکر میکنم یگانه چیزی که درباره همین بازی گفتن ممکن است همین است که ریال مادرید اون چیزی که برایش لازم بود اون رو گرفت تمام. بله. خب در عموم کلیان امباپه بیشتر در ریال مادرید میخواهد که نقشی اساسی رو داشته باشد، مثل هنرمندانی که در کینو نقش می‌بازند و در نقش اساسی یک نفر است. کلیان امباپه همین چیز رو میخواهد. در بسیاری حالات وقتی در این بازی ما مشاهده کردیم کلیان امباپه خودخواه است.
بله پس نمی‌دهد. در لحظه‌های آخرین او می‌رود یا ضربه می‌زند یا کاری دیگر می‌کند. هرچند واریانت‌های بسیار خوب هم است و بازیگری بزرگ، بازیگری که واقعا هم مخلصان دوستش می‌دارند، بیشتر باید در همین لحظه خود را نشان بدهد. وقتی لوکاس واسکز در یک حالت می‌توانست ضربه بزند و گل بزند، اما توپ را به براهیم دیاز هوا داد. این گل دومی در ریال مادرید بود. یعنی در یک لحظه‌ای که بازیگر باید چی میگن منفعت خود را نظر به منفعت دسته پایین‌تر گذارد. با همه احترام به کیلیان امباپه که در این بازی نقش بسیار خوب داشت و میتونست اولین خطری را انجام بدهد، اما گلش حساب نشد. اما گلروز چیزی از همه جالب همین بازی این به نزد وار آمدن داور در حالت آفساید بود. مثلا آفساید رو ما میدونیم که یک خط کشیده میشود که تکنولوژی هست و داوران در خط سرخ است، خط بله معین میکنند. اما برای من جالب بود که داور اومد معین کرد که امباپه در آفساید است یا نه. بسیار جالب بود و در چند لحظه آفساید بودن همین حالت همین چیز اتفاق افتاد. اما ریال مادرید معلوم بود که بسیار تشنه پیروزی است. اونها واقعا هم حالا همون باختی که از بارسلونا داشتند هیچ از فکرشون نرفته است. این فکر میکنم شاید یک سال دوام کند شکست از بارسلونا. یک سال نبود تا بازی ال کلاسیکو نباتی که احتمال است ماه فوریه برگزار شود. فکر میکنم ریال مادرید آیسته آیسته باز به همون حالت پیشینه خود آماده ایستاده است. خطی حمله خیلی پرقدرت است، اما در نبودن وینیسیوس هم رودریگو بسیار خوب درخشیده ایستاده است. یعنی معلوم شد که نبودن وینیسیوس هم آنقدر تاثیری بد ندارد. اما خبر خوش برای هواداران ریال مادرید این بود که بعد از یک سال و 2 ماه با هیئت اساسی ادر میلیتائو دوید آلابا برگشت که او را بسیار خوب استقبال هم کردند و فکر میکنم ریال مادرید مرحله همون بحرانی خود را پشت سر کرد. حالا مرحله برقرارشوی است، نتیجهش شاید خوبتر هم شود و البته پیگیر میشه. خب درباره نبودن وینیسیوس من میخوام یک چیز دیگر بگم که نبودن این بازیگر موقع رو برای کیلیان امباپه خالی کرد در میدان. بله در کنار چپ و همین چیز سبب شد که امباپه بازی خوبتر کند و خود رو آزاد احساس کند در میدان. این یک. دوم این که یکی از نمیدونم مجله‌های معروف خوب فوتبالی اروپا یک نشریه چند پیش گذاشته بود همین گونه که امباپه باید کم کم اون کارهایی رو که رونالدو میکرد همون کارها رو کند. البته در رفتی بازی ها کوشش میکند این رو، اما بغیر از مثلا فوتبال بازی کردن بیشتر به خود باور کردن و خودخواه بودن در میدان گویا که این چیز به او کمک میکند تا اینکه به یک سطح دیگر گذارد. و در همین بازی چطوری که بابا بالاتر اشاره کرد ما این چیز رو دیدیم که در حالتایی که باید پاس بدهد و کوشش میکند خودش گل بزند، ضربه بزند. این کارها رو البته رونالدو زیادتر انجام میداد در ریال مادرید و او سطح او دیگر بود و موفق هم شد برای این چیز. ولی حالا آغاز کار است برای امباپه. فکر میکنم در ادامه اون نیز میتواند همین گونه موفق باشد. البته مخلصان ریال مادرید خطا نفهمند که با مانند رونالدو موفق باشد، چون که فکر نمیکنم کسی دیگر با مانند او باشد در ریال مادرید. بله. خب البته رونالدو هم در اول اومدنش به ریال مادرید نه همه کارها رو درست انجام میداد، ولی آهسته البته با گیم که نفر تبدیل یافت که 450 گل در تاریخ این دسته زد و بهترین نشانزن در تاریخ این تیم شد. امباپه هم اکنون آهسته میتواند به همین حالت بیاد. خب با بازی دیگر میگذاریم. این خطافه است که بر مقابل بارسلونا در ورزشگاه خانگی خود در کالیسیوم آلفونسو پرز همیشه بازی خوب رو نشان میداد و دسته بارسلونا همیشه در این میدان دچار مشکل میشود. این علاقه بازی پنجم میشود که دسته بارسلونا در اینجا پیروزی رو به دست آورده نمیتواند و همه بازی‌ها قبل از این رقابت 0-0 انجام میافتند. این بازی هم مساوی انجام یافت ولی مساوی گل داد. راستی این بازی برای من غیر عادی و اینکه غیر انتظار نبود به خاطری که ما این موسم چنین بازی‌های تا جای در سطح خود نشون نمیداده بارسلونا رو زیاد دیدیم. خصوصا بعد از غلبه کلان بر دسته بله مخصوصا بر مقابل ریال مادرید. آنها بعد ال کلاسیکو اول که با حساب 4-0 پیروزی به دست آورده بودند همین گونه به یک پسروی روبرو شدند و زیاد امتیازها رو از دست دادند. و حالا اکنون که باز ریال مادرید رو باز هم با حساب کلان شکست دادند آنها دوباره فکر میکنم که با همین چیز روبرو میشوند و در دوره رقابت‌های لالیگا امتیاز از دست دادن بارسلونا این کاری نو نیست. این رو هم ما باید قید کنیم. و اما یک چیزی خنده‌دار دیگر همین است که شاید مخلصان بارسلونا حالا یک مدت این گونه امتیاز از دست دادن فوتبالبازان دسته بارسلونا رو ببخشند با آنها این گونه آنها رو به خاطر اونه که این موسم 2 دفعه ریال رو با حساب‌های خیلی کلان شکست داده توانستند آنها و فکر میکنم یگانه چیزی که یعنی که کمی هم باشد آرام میکند مخلصان دسته بارسلونا رو همین است. در عموم دیگر دسته خطافه عنعنه‌های خود رو ادامه داد، در خانه خود بر مقابل بارسلونا ایستادگی کرده توانست و صاحب یک امتیاز گردید. البته
як чизи дигарро ҳам фаромӯш накунем ки ин ҳам як ба қавле бозии принсипиалӣ буд. Хетафе чунки дастаи шаҳри Мадрид аст ва муқобили дастаи Каталонӣ ҳамеша бозиҳои яъне ки сахт нишон медиҳад. бале Хетафе гӯем ки хеле наздик ба Мадрид қарор дорад, каме дуртар аз гӯем шаҳри Мадрид, ҳамсояҳои Реал Мадрид ҳастанд. Хуб, аслан Хетафе дар хоҳ муқобили Реал, хоҳ муқобили Атлетико, хоҳ муқобили Барселона таҷриба дорад барои гирифтани имтиёз ва ҳатто ғалаба ба даст овардан. Ҳам барои ҳамин ҳеҷ шаку шубҳа нест. Гап сари он меравад ки ҳоло дастаи дар Барселона бозингарони хати ҳамла чандон мутобиқ нестанд. Масалан Левандовски ки беҳтарин нишонзани Ла Лига аст, бубинед дар чанд бозиҳои охир наметавонад та як андоза муваффақ қариб ҳар зимистон хуб аст. Бале Рафиня, Ламин Ямал аз ду канори майдон бисёр хуб медурахшанд. Дар ҳамин бозӣ ҳам нақши Ламин Ямал бисёр олӣ буд. ӯ бубинед бисёр ҳаҷми зиёди корҳоро анҷом медиҳад, ҳам бозисозӣ мекунад, ҳам гол мезанад ва ҳатто агар лозим ояд ба хати ҳимоя ҳам меравад. Яъне Левандовски ки ҳамлагари марказӣ аст, бояд аз чунин фурсатҳо хеле хуб истифода бубарад. Чанд вазъияти хуби голзани Рафиня ҳам дошт, аммо аз имконият хуб истифода бурда натавонист. Вале фикр мекунам ин натиҷа ки бисёр муҳим буд барои дастаи Барселона, як дарси ибрат ҳам мешавад вобаста ба бозиҳои минбаъда ки дар охири январ аллакай ду бозии онҳо бояд баргузор кунанд ва ҳамчунин бозиҳои муҳими даста махсусан моҳи феврал шурӯъ мешавад. Агар хато накунам ҳам муқобили Реал Мадрид, ҳам муқобили Атлетико. бале ва фаромӯш кардан лозим нест ки боз бозиҳо дар Лига Чемпионон акнун оғоз мешаванд. умуман дастаи Хетафе ҳама медонад ки бисёр ҳам ифлос бозӣ мекунад, ҳамеша онҳо дар хати дифоъ мечинанд, дағал бозӣ мекунад. ин дастаи Хосе Бордалас, саморабини даста Хосе Бордалас аст, ҳамин тавр бозиро мемонад ва дар баъзе аз рақобатҳо муваффақ ҳам мешавад. вале айни замон Хетафе яке аз дастаҳои заиф ҳам дар ҷадвали мусобиқа ба ҳисоб меравад. биёед акнун ба натиҷаҳои дигари даври мазкур мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар даври 20-уми خب لا لیگ اسپانیا اسپانیول والدالیدо ро шикаст дод, Севилья Жеронаро, Леганес Атлетикоро, Бетис аз Алавес шикаст хурд, Селта аз Атлетик Билбао, خب Асасуна ва Райо Валекано 1-1, Валенсия 1-0 Реал Сосидад ва Вильяреал 4-0 дар бозии охирин Мальоркаро шикаст дод. ва агар мо мутаваҷҷеҳ гардем ба ҷадвали мусобиқа, Реал Мадрид дар вазинаи аввал омад баъд аз ҳамин давр. Атлетико дар зинаи дуввум бо фарқати 2 имтиёз, Барселона дар зинаи сеюм қарор дорад, Атлетик аз Билбао бошад айни замон дар зинаи чаҳоруми ҷадвал қарор дорад. дар зинаи охирин Эспаньол, Валенсия ва Валидолид қарор доранд. Хетафе он қадар дур нест. Хетафе ва Алавес ду дастаи дигаре ҳастанд ки танҳо бо фарқати 1 имтиёз аз тахонаи ҷадвал қарор доранд.